ببینید سوال کردیم، سوال درست اینه که علت دشمن افراطی آمریکا با ما چیه؟ این رو باید جواب داد. شما مثال هسته‌ای که زدید، در موضوع هسته‌ای ما چی کار باید می‌کردیم در دیپلماسی که نکردیم؟ مذاکره مستقیم 2 سال و نیم مذاکرات مستقیم باشون کردیم. شب و روز چیز داشتیم. تو 2-3 موردش مذاکره با خود آمریکایی‌ها فقط تا صبح طول کشید. این همه صحبت، این همه تلاش. بعدم رسیدیم به یک توافقی به نام برجام، همه دنیا هم جشن گرفت، شروع کردیم به اجرا، آمریکا خارج شد. این تقصیر ما بود اینجا؟ در مذاکرات همین امسال با علیرغم همه مسائلی که پیش اومده اینا رفتیم مذاکره کردیم، وسط مذاکره حمله کردن. تقصیر ما بود؟ تقصیر مذاکره غیر مستقیم بود؟ باید رفتید علت دشمنی افراطی آمریکا چیه؟ دشمن علتش هم همینه که من تو صحبتم توضیح دادم. نمیتونه تحمل بکنه که کشوری جلوش بایسته و از حق خودش دفاع بکنه. همه کار میخوان بکنن، همه بلایی میخوان سرش بیارن که از این موضع خودش بیاد پایین. در طول 1 سال گذشته چه کاری بوده علیه ما که نکردن؟ سیاست فشار حداکثری، تحریم‌های متعدد پشت سر هم، جنگ، اسنپ‌بک، اخیراً هم که این بحث این عملیات شبه کودتا اینا که همش از بیرون هدایت میشد. این رو باید در سوال دقیق به نظرم این هست و همه این کارا هم کردن، به نتیجه نرسیدن، واقعا در همه شکست خوردن، مجبور شدن برگردن دوباره میز مذاکره. اینم معلوم نیست. البته ما نه با ایشون اعتماد داریم، احتمال فریب و احتمال فریبکاری حتما میدیم و تو همه جلسات هم من گفتم ممکنه فریب باشه، لطفاً کسی فریب نخوره.